یه اسکواد از اول بازی بود، خیلی تو مخی میداد، خیلی چسبیدم اونه. 4 تا چینی بودن، شبیه هم بودن. اینا صداتی رو دادم، گفتم بذار بیان سمتم. تا دیدمشون گفتم خودشونن. 4 تا چینی هن. دیدم دودزا دارن میندازن، پشمام ریخت. گفتم الان میام تو خونه منو میزنن. یکیشون رو زدم، برای دفاع افتادم، دومیشون هم زدم. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. نارنجک بومبیو میخوام بندازم سمتشون. نارنجک بومبیو که انداختم، یکیشون بدجور دمیج خورد. وقتی رفتم صورتش زدم، سومیو زدم، چهارمیو که زدم مایکو باز کردم. چیزای خوبی نگفتم، ولی هر سه تاشون رفتن جهنم به جز این آخری، چون خیلی دل و چش پاکی داشتش. اگه قبول داری یه لایک و ساب بنداز. دمت هم گرم.